به نظرت بهترین لحظه توی مسابقه کدوم بود؟ به نظرم آیتم آخری دست گلی که دادم خودم خیلی لذت بردم. خیلی خواستم همیشه دست گل بزنم. خیلی عالی. اگه دوباره مسابقه برگزار بشه چی رو جور دیگه ای انجام میدی؟ قسمت باکس گل حتما یه جور دیگه می‌ذارم چون به نظرم خیلی بهتره. یه جمله به داورا، یه جمله به رقبا و یه جمله به خودت بگو. به داورا میگم خیلی داغه و خودم میگم دمت گرم، خیلی فراتر از حد انتظار خودم عمل کردم به نظرم و رقیبا هم خیلی کارشون خوب بود. من خودم خیلی ایده جدیدی ازشون گرفتم. واقعا خوب بود. به نظرت بهترین لحظه توی این مسابقه کدوم بود؟ اون لحظه‌ای که دیدم رقیبان از من قوی‌ترن، انگیزه گرفتن که بهتر بود. خیلی عالی. اگه دوباره مسابقه برگزار بشه چی رو جور دیگه ای انجام میدی؟ قسمت جاری بود بعد زدم حتما. یه جمله به داورا، یه جمله به رقبا و یه جمله به خودت بگو. جمله به داوری که دمشون گرم فقط قضاوت نکردن، انگیزم به اون وسط مسابقه خیلی چاق کمک کردن. جمله به رقیبا دمشون گرم، همه قوی بودن، خوشحال شدم که کنارشون بودم. من خودم جای پیشرفت دادم. به نظرت بهترین لحظه توی این مسابقه کدوم بود؟ لحظه‌ای که کارم تموم شد و میشستم کارا رو نگاه می‌کردم لذت بخش بود. خیلی عالی. اگه دوباره مسابقه برگزار بشه چی رو جور دیگه ای انجام میدی؟ اگه بتونم صورت عملمو بیشتر می‌کنم، ولی خب کلا من صورت عمل پایینی دارم توی این کار، چون بیشتر خلاقیت به خرج می‌دم. یه جمله به داورا، یه جمله به رقبا و یه جمله به خودت بگو. جمله که به داورا بخوام بگم، به نظرم اینه که باید برای تصمیم گیری توی امتیاز دادن خلاقیت رو بیشتر در نظر بگیرن، چون که بچه‌ها اکثرا سابقه کار داشتن و انجام دادن کارهای تکراری میتونه خیلی پرسرعت‌تر و راحت‌تر باشه و اینکه چیز جدیدی واسه دیدن وجود نداره. من خودم سعی کردم که خلاقیت به خرج بدم و دوست دارم که این دیده بشه و جمله‌ای که بخوام برای رقیبا بگم، تلاششون رو واقعا دوست داشتم، خلاقیتشون رو دوست داشتم. یه سریشون واقعا کارشون تمیز بود، خیلی قشنگ بود، خوشم اومد.
و اینکه اخلاقشون خیلی خوب بود. جمله‌ای که بخوام به خودم بگم اینه که عاشقتم بابت هنری که داری. خیلی ممنون. به نظرت بهترین لحظه تو این مسابقه کدوم بود؟ من همین لحظه‌اشو دوست داشتم تا اصلا کم نیومدم. خیلی عالی. اگه دوباره مسابقه برگزار بشه چی رو جور دیگه ای انجام میدی؟ من دوست داشتم دسته گلم میگم یه جمله به داورا، یه جمله به رقبا و یه جمله به خودت بگو. به داورا اینکه دستشون درد نکنه، واقعا خیلی فوق‌العاده بودن و اینکه امیدوارم که منو برنده باشم. بعد اینکه به خودم که توی 4 ماه 5 تا تجربه کاری به اینجا رسیدم، این برام خیلی خوب بود. به خودم افتخار میکنم. در که به رقیبا اینکه همشون بی‌نظیر بودن و رقابت خیلی سخت. خیلی عالی، خیلی ممنون. به نظرت بهترین لحظه توی این مسابقه کدوم بود؟ توی هر مرحله‌ای که رقابت داشتیم و داشتیم مسابقه می‌دادیم، من محدود کننده تایم کردن خیلی دوست دارم و دوست دارم توی اون تایم خودم محک بزنم و ببینم که توانایی من توی اون تایم چقدره که واقعا بهش رسیدم و دوست داشتم. خیلی عالی. اگه دوباره مسابقه برگزار بشه چی رو جور دیگه انجام میدی؟ من دوست دارم قسمت خلاقیت رو یه بار دیگه فرصت داشته باشم و بتونم امتحانش کنم. شاید بتونم چیز بهتر و قشنگتری خلق کنم. یه جمله به داورا، یه جمله به رقبا و یه جمله به خودت بگو. به داورا واقعا ازشون تشکر میکنم. خیلی زحمت کشیدن در طول مسابقه و واقعا پشتیبانی خیلی قوی داشتن. خسته نباشی به خیلی شدیدی بهشون میگم و جمله‌ای که به خودم میگم امیدوارم که توی مسابقه‌های با پله‌های بالاتر و با درجه خیلی بالاتری بتونم شرکت کنم و همون نسبتم از خودم راضی باشم. و جمله‌ای هم که به رقبام دوست دارم بگم اینه که زندگی همیشه کلاً یه رقابت جذابه ولی نباید به قسمت بعدی کشیده بشه و واقعا این مسابقه رو دوست داشتم. خیلی ممنون. از نظر شما بهترین لحظه توی مسابقه کدوم آیتم بود؟ اگه دوباره بخوای چنین چالشی برگزار کنی چه ایده‌ای تو ذهنت داری؟ این بار میخوام بدم بچه‌ها چهره‌های مختلف لب‌وبو رو گل‌آرایی کنن. خیلی ممنون. خسته نباشی. سلام، به جمع ما خوش اومدید. همگی هستن جز شرکت کننده شماره 1 که برای یک سفر اجباری نتونستن تو شهر باشن. بعد از گذراندن 4 مرحله سخت پر از استرس، هیجان، خنده و اتفاقات پیش بینی نشده دوباره دور هم جمع شدیم تا یک کلیپ جذاب برای شما دوستان بسازیم. ممنون از شما که با لایک، شیر، کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت می‌کنید. خب شرکت کننده شماره 2 یاسین هست. یه قدم لطفاً بیا جلو. شما توی رقابت با خودت چه امتیازی می‌گیری؟ ممنون. شرکت کننده شماره 3 عارف عزیز. یه قدم بیا جلو. شما توی رقابت با خودت چه امتیازی می‌گیری؟ شرکت کننده شماره 4 خانم میاد. یه قدم لطفاً تشریف بیارید. شما خود چه امتیازی می‌گیری؟ 8. ممنونم. یاسمین عزیز. یه قدم تشریف بیارید. شما خود چه امتیازی می‌گیری؟ 9. ممنون از شما. و نفر آخر شهاب عزیز. تشریف بیارید. چه امتیازی خودم؟ ممنون از شما. می‌بینم که نفساتون تو سینه هست. بعد از کلی بررسی و تحلیل بچه‌ها امشب 2 تا برنده چون امتیازاتون یکسان بود. حالا اعلام نتیجه. و حالا اعلام نتیجه. شهاب عزیز، یاسمین عزیز. خب ممنون از شما 2 تا برنده. خیلی زحمت کشیدین، بهترین بودین. احساستون نسبت به این چالش ما بیان کنید. خیلی تجربه بی‌نظیر بود. واقعا خیلی خوشحال شدم که تو این چند ماه به اینجا رسیدم و پیشرفت اینقدر خوبی داشتم. قربونت. شهاب عزیز، شما احساس نسبت به این مسابقه چی بوده؟ من فرصت اینو داشتم که خودم محک بزنم و نتایجی که توی این چند سال گرفتم بتونم توی مسابقه خودم رو محک بزنم. واقعا خیلی خوشحال شدم و مرسی از همه دوستان و
علت خصوص شما خیلی قربونت برم عزیزم. لطف داری دوستان تو کانال یوتیوب هستیم فلاور استوری ویت سم. ممنون که با لایک، کامنت و شیر حمایتمون میکنید.